سلام، روزتون بخیر دوستان. من امروز فکر کردم که انقدر راجع به آب و هوای ایران دارن صحبت میکنن، همینطوری که دارم میرم، یعنی تقریبا همه فیلم های من اینه که هر جایی میرم به نظرم زیبا میاد، فیلم میگیرم و میذارم در رابطه با مسائلی که توی ایران بحث میشه هم میتونم براتون فیلم بگیرم و بذارم. امروز توی بندر انزلی هوایی که الان مدت هاست که بارانی نیامده، هوایی نیستش که شما بتونی افق خیلی واضح ببینی. نمیگم مثل تهران آلوده است، ولی هوای پاکی هم نداریم. حالا در طول مسیر دوباره من براتون فیلم میگیرم. گفتم امروز اینجوری شروع بکنم. اینجا خیابون معلم بندر انزلیه، داریم میریم به طرف میدون مالا. متاسفانه همه جا رو دارن فقط میسازن. حالا این همه خونه که میسازین بابت اینا مرکز پزشکی دارین، مرکز آموزشی دارین، یا اینم داستان این شهره. حالا تو این خیابونی که من دارم راه میرم اصلا ترافیکی هیچ وقت نیست، انقدر ماشینی تردد نمیکنه. خیابون ساکت و آرومه این شهره. یکی از این مشکلات همین روشن گذاشتن ماشینه. نمیدونم چرا این کارو میکنیم با این بنزینای بد. نمیدونم توی این زباله چقدر میتونه درآمد داشته باشه. این دیگای روحی هم چیزیه که فقط توی ایران و شاید فقط توی شهرستان ها شما بتونیم ببینیم. ببینین هوا ابر هست، این مدت هاست همین جوریه، ولی هیچ بارونی نداریم و صف نونوایی سنگکی و سبزی فروشی بغلش.